استیو جابز تأسیس‌دهنده شرکت اپل و چهره شناخته جهانی را وقتی درباره سیاحت کردن پرسیدند گفته است: سیاحت کردن این مکافاتی است که نه هر کس آن را داشته می‌تواند. ما نیز برای دوستداران سیر و سیاحت باز با آغوش طبیعت افسونکاری تاجیکستان رفتیم. درود شنونده عزیز، برنامه رادیو سیاحت از پیشنهاد شما از رادیوی تاجیکستان. وطن ما تاجیکستان که موضع‌های جالب سیاحی را دارد، با آغوش این طبیعت بوی رفتن آرزوی هر نفر است. ما در این برنامه‌مان خواستیم به موضع سرخوسار ناحیه بلجوان رویم. باغ طبیعی سرخوسار در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده، با ذخیره‌های نادر طبیعی و جنگل‌ها و منظره‌های دقت‌ربایش دقت کس را جلب می‌کند. باغ طبیعی سرخوسار با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 اکتبر سال 2005 در حدود ناحیه بلجوان ولایت ختلان تأسیس یافته است. مساحت باغ طبیعی سرخوسار 3805 هکتار می باشد. واقعا همینجا باغ موجود است و هم دهه‌های مختلف در جماعت دهات سرخوسار به هم آمدند. نام سرخوسار نیز تاریخ کهن داشته معنی‌های زیادی را صاحب است. به عقیده ساکنان محلی نام سرخوسار از نام دهه‌ای که آن در سر تپه سفید خاک جایگیر شده است، یعنی سر خاکسار گرفته شده است. با گذاره زمان و اندک اختصار شدن سرخوسار باقی میماند. ریلیف سرخوسار بسا مرکب بوده، با گوناگون شکلی خود از دیگر مناطق جمهوری فرق میکند. قسمت زیادی ریلیف این موضع را میانه کوه‌ها تشکیل نموده، آنها در بلندی 1200 تا 3000 متر از سطح بحر جایگیر شدند. بلندی فاصلوی سرحد این موضع باشد 1200 3500 متر از سطح بحر را در بر میگیرد. گیدروگرافی سرخوسار را دریاهای سرخاب، تیره، آبی مزار، شوراب دریا و شرشره پشتی باغ تشکیل میکند. ولی راهی دشوارگذاری سرخوسار به همه نوع ماشین‌ها امکان گذشتن را فراهم نمی‌آورد. در این موضع‌ها تنها ماشین‌های دوره شوروی و بلند امکان رفتن دارند. عجابت این که ماشین از بین دریا هم می‌گذرد و از کوه هم. واقعا هم شنونده عزیز، زندگی مردم کوهستان عجابت زیاده دارد و دقت هر کس را به خود جلب می‌کند. سرخوسار نیز از موضع‌های کوهستان است که مردمان شریف و صاحب دلش با اصالت و رسالت و سنت و عنعنه نیک مهمان‌نوازی تاجیکان آشنایند و آن را مقدس می‌دانند. واقعا کلمه‌های چون مهر و محبت و آدمگری و قومداری در دل این مردم کوهستان جایگاه و مرتبه والایی را صاحب است. در انتهای برنامه مصلحت و توصیه ما برای یکایک شما این است که بار هم باشد سر به آغوش کوهستان سرخوسار بزنید و از هوا و نوایش لذت به انتها به خود بگیرید. مانندی پری یارای زلفش پری رخسارای حسنش گل و گلزارای یارای سری خاصارای حسنش گل و گلزارای یارای سری خاصارای یارای سری خاصارای رخسار گلی نورای شیرین لب و گفتارای چشمم برهش چارای شیرین لب و گفتارای چشمم برهش چارای یارای سری خاصارای چون پیست لبی قندش خوش روی شکر خندش میرقصد و میرقصد پیوند به پیوندش با قاشی به هم بسته با قامتی گل دسته کی رحمی دلش آید بر حال منی خسته ای مانند پری یارای زلفش پری رخسارای حسنش گل و گلزارای یارای سری خاصارای حسنش گل و گلزارای یارای سری خاصارای خدک تلر زنده میرای ابرو تجنبونده میرای با رقصای زبایت خمار سوزانده میرای یار یار یار
مرغی طربم ای بس اگر نظر بسویم نکنی ای یارکی کرده دور لبرازی لبم یار 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 قدک تلر زنده میرای ای ابرو تجنبونده میرای با رقصای زیبایت تماره سوزنده میرای یار 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 گلاسی قدت به حوزی گل غرق شده است چشمم زی پایت شراره برق شده است گفتی که بیا بیا بی بوس از لبی من ایرانی گپی تو مردمی شرق شده است یار 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 قدک تلر زنده میرای ای ابرو تجنبونده میرای با رقصای زیبایت تماره سوزنده میرای یار 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 شنوندگان عزیز، برنامه رادیو سیاحت را از موضوعهای سیاحی جماعت دهاتی سرخوصار ناحیه بلجوان پیشنهادتان کردیم. در تهیه برنامه سهم داشتیم مؤلف و راوی من قلندر نورف. تا سیاحت‌های خاطرمانی دیگر، خیر.